خیری در زنا بود، اگر خیری در شراب بود، اگر خیری در قلیان و سیگار و تنباک و تتن و اگر خیری در مواد مخدر بود، خداوند اول به پیامبرش اجازه میداد، بعد به یاران وفادارش، بعد به انصار و مهاجر اجازه میداد که اون خیر رو استفاده بکنند. پس بدانید که خیری در گوشت خوک نیست، خیری در ربا نیست، خیری در کفر و شرک و معصیت و گناه نیست، خیری در تفرقه نیست، خیر در اتحاد و انسجام است، خیری در دشمنی نیست، خیری در بخیلی نیست، خیری در بهتان و تهمت نیست، خیری در غیبت کردن دیگران نیست، خیری در مسخره از مؤمنین و انسانها نیست، هیچ خیری در شری وجود ندارد و هیچ شری هم در خیر وجود ندارد. چیزی که خداوند گفته خیر از شر درش نیست، با کمال اطمینان خود را به اون خیر نزدیک کن. ولی باید بدانید چه چیزی خدا گفته خیره. خیر اون چیزی است که الله گفته خیره، نه اون چیزی که ما میگیم خیره. خیلی چیزها شاید ما بگیم خیره و استفاده میکنیم و انجام میدیم، در صورتی که دین اون را تأیید نمی کند. پس هیچ خیری هم در معصیت و شر نیست. وقتی خداوند چیزی را شر معرفی کرده، اگر کل انسانهای روی زمین همه اون را خیر معرفی بکنن و همه لباس خیر بر تن شر بکنن و شر را جلوه خیر و زیبا بدهند، باز هم محتواش عوض نشده. خداوند خالق انسانها و خالق اشیاست، ظاهر باطن همه مخلوقاتش را میداند. ما باید با انجام کارهای خیر خود را به الله نزدیک بکنیم. الله صاحب نعمت هست، نعمت را در منتهای محبتش نسبت به بندگانش برای بندگانش قرار داده که استفاده بکنن. هیچ